سفارت روسیه در تاجیکستان برای گرفتن شناسنامه‌های بیومتری موقتاً درخواست قبول نمی‌کند. تاجیکستان میزبان همایش امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم می‌شود. اشتراک بیش از 50,000 نظامی سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تمرین‌های وستاک 2022. سفارت روسیه در تاجیکستان برای گرفتن شناسنامه‌های بیومتری در خارج کشور را با مهلت اعتبارش 10 سال باز می‌دارد. در این باره در وبسایت سفارت خبر داده شده است. با گفته وزارت امور خارجه روسیه از 26 آگوست صدور شناسنامه‌های دارای محتوای الکترونی نگهداری و 10 سال مهلت اعتبار به دلایل فنی در همه کشورها موقتاً قطع شده است. ضمناً ذکر می‌گردد که صدور شناسنامه‌های کهنه که مهلت اعتبارشان 5 سال است بدون تغییرات ادامه خواهد یافت. در همین حال وزارت کارهای خارجه روسیه مشخص نمی‌کند که نسبت شناسنامه‌های بین‌المللی که وزارت کارهای داخلی به شهروندان روسیه می‌دهد این موجودیت وجود دارد یا نه. نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارова بازداشت دادن شناسنامه‌های بیومتری را شرح داده گفت گپ تنها درباره چاره‌های موقتی و تکنیکی آید به اصلاح شناسنامه‌های 10 ساله می‌رود. وابسته به پیشرفت تکنولوژی تمایل‌های زمانی نو لازم می‌آید که سیستم را از نو آغاز کنیم. این یک تدبیر صفر موقتی است. شناسنامه‌های نو در روسیه از سال 2006 به کار شروع کردند. آنها از چیپ‌های کهنه به جز مهلت اعتبار با موجودیت چیپ با معلومات بیومتری صاحبش و دیگر معلومات درباره او فرق می‌کنند. طبق معلومات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در نیم سال اول سال 2022 به شهروندان نسبت به همین دوره سال 2021 45% بیشتر شناسنامه داده شده است. تاجیکستان میزبان همایش امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم می شود. نشست همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم روزهای 18-19 اکتبر سال جاری با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. در این باره رسانه‌های دولتی تاجیکستان اطلاع دادند. گفته می شود جانبک حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد و ولادیمیر ورونکوف معاون دبیر کل و رئیس مرکز ضد تروریستی سازمان ملل متحد دیروز یکشنبه ملاقات کرده روند سازماندهی و برگزاری نشست همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه امنیت مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از حرکت تروریست‌ها را بررسی کردند. طرفین در این دیدار جهت اصول برگزاری همایش پیش‌نظرهای خود را بیان نموده به مبارزه جدی با تروریسم و افراطگرایی در منطقه تاکید کردند. از 1 تا 7 سپتامبر مشق‌های استراتژی فرماندهی و ستاد وستاک 2022 برگزار می شود که تهیه مسئله‌های تامین امنیت نظامی روسیه و متحدان آن در ساحه مسئولیت شرقی را پیش بینی می کنند. در این باره خبرگزاری تاس با استناد به وزارت دفاع روسیه خبر می دهد. به اطلاع منبع مشق‌های وستاک 2022 با تهیه عملی مشق‌های مدافعوی و هجومی در 7 تمرینگاه‌های حوزه نظامی شرقی Бурдуни, Горячие ключи, Князь Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский инчунин машқҳои обӣ дар минтақаҳои соҳили Охотск ва баҳри Япония гузаронида мешавад. ба иттилои ин вазорати дифои Русия дар тамринҳо беш аз 50,000 нафар низомиён, беш аз 5,000 адад аслиҳа ва техникаи низомӣ аз ҷумла 140 ҳавопаймо, 60 киштии ҷангӣ, қайиқ ва киштиҳои ёрирасон ҷалб карда мешавад. در این تمرین گروه‌های اپراتیوی مقامات فرماندهی، کنتینگنت‌های حربی و ناظران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی، سازمان همکاری شانگهای و دیگر دولت‌های شریک از جمله آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بلاروس، هندوستان، قزاقستان، قرقیزستان، خیتای، لاوس، نیکاراگوآ، سوریه و تاجیکستان شرکت خواهند کرد.